برای گزاردن انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس‌های محلی وکیلان خلق در حوزه انتخاباتی شهرنو 6 و در 70 участкаҳои انتخاباتی برای دهندگان کابینه‌های آوازدهی، اتاق مادر و کودک و خانه طبیبان مهیا کرده شده است. در انتخابات امسال در ناحیه شهرنو 136532 نفر که از آنها 7322 نفر بار نخست در انتخابات شرکت می‌ورزند برای خط گرفته شده است. و امروز در اساس دستورالعمل، راهنما و نقشه چاره‌بینی‌ها ما دایر به این چاره‌بینی مهم سیاسی همه طرفه آمادگی و تیاری دیده ایستادیم. چخیلی که امروز می‌بینید در اساس دستورالعمل ترتیب گذراندن و نقشه چاره‌بینی‌ها ما گروه کاری که در آن از 9 نفر عبارت است ما پورا تیاری آمادگی و در دوره معرکه مهم سیاسی با تمام دستورالعملی که امروز با ما همچون یک دستور متدی داده شده است در اساس آن کار و فعالیت خود را براه مانده و مقصد داریم که این انتخابات شفاف ما باید گذرانیم. یکچند участкаҳои انتخاباتی که در مؤسسه‌های تأسیسات میانه عمومی ناحیه برای گزاردن انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس‌های محلی وکیلان خلق تشکیل کرده شده است. ما از آنجا دیدن کردیم با تمام تجهیزات ضروری مهیا است. کامپیوتر، موادهای اطلاعاتی درباره انتخابات، روزنامه، مجله‌ها و دیگر جهازهای ضروری مجهز کرده شده است. جابجاگذاری روی خط‌ها با قید گرفتن روی خط‌ها و نوشتن خبرنامه‌ها از روی خط‌ها را جابجا کرده ایستادیم با اعضایان участка و باوری حاصل می‌کنم که در روز آوازدهی البته با شفافیت همه اعضایان همه آوازدهنده‌ها در اینجا آمده آواز می‌دهند به یگان کمبودی پس سر می‌نماییم. بهره در دایره طلبات کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان قانون‌های عملکننده در سطح بلند تشکیلی و معرفت حقوقی شفاف و آزاد به طور دموکراتیک و با اشتراک فعالانه انتخاب کنندگان برگزار نمایی این چاره‌بینی سیاسی در ناحیه شهرنو تمام تدبیرهای ضروری اندیشیده شده است.